امروزها در پیش‌روی سالگرد نوبتی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای بنیادی در انشاءات تعیینات اقتصادی و اجتماعی در ناحیه ریشان وسعت تازه گرفته. تنها در نیم ساله اول 5 انشاءات مهم برای خواجگی ناحیه مورد استفاده بری قرار داده شدند. اینها گوشه دهقان در ناحیه، میدانچه ورزشی و تالار ورزشی در روستای راشارو، تالار ورزشی روستای ومد، سیخ قنادی در مرکز ناحیه به حساب می‌روند. در برابر این بنیاد انشاءات دیگر ادامه یافته. در موضع اخوانی مرکز ناحیه کارهای ساختمانی در کارخانه کارکرد میوه و کنسرو کنونی با سردخانه کلان در جریانند. در اینجا در زمینه کارخانه ولنگور در مساحت 1500 متر کوادراتی کارخانه نو بنیاد می‌گردد. نیاز بگیم عبدالله و ساکن شهرک ومر با در نظر داشت محصولات زیاد کشاورزی و باغات اقدام گرفت تا یک کارخانه جدید را سامان داده در برابر کارکرد محصولات اینچنین به بنیاد سردخانه برای این ناحیه مهم دست زند. در این کار صاحبکار و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت و ناحیه دستگیری نموده کارهای بنیادی هدفمندانه ادامه دارند. مطابق نقشه در اینجا در برابر کارخانه کارکرد میوه و سبزیجات خشککنی آنها اینچنین بنیاد سردخانه ادامه یافته. در آینده نزدیک باز آشخانه، مهمانخانه و مغازه که دوام 24 ساعت فعالیت خواهند نمود ساخته میشوند. صاحبکار علاقه بهر پیشبرد کارها مبلغ 5 میلیون و 600 هزار سومانی را مصرف نموده اطمینان دارد که با پیشنهاد گرانت‌ها از جانب بانک‌ها هدف خویش را عملی سازد. با انجام کارها نزدیک 100 نفر ساکنان ناحیه صاحب جای کار دائمی خواهند گشت. صاحبکار موفق توانست مصالح ساختمانی را از جمهوری خلقی چین دسترس نموده جهت تامین با سرعت روند کارها شرایط مساعد فراهم آورد. بام کارخانه با کنسترکسی‌های آهنین پوشانده شده، اندازه‌کنی داخل و بیرون بنا ادامه دارد. جریان کارهای ساختمانی امکان می‌بخشند تا این کارخانه صنعتی در پیش‌روی سالگرد نوبتی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به فعالیت آغاز نماید.